بسیاری ها را خارج کردند. اکثریت با خواهش خود ترک تقصیرانی میکنند. من هم نیت دارم که از روسیه بروم. علی مهاجر از قرقیزستان شکایت دارد که وقت‌های اخیر تقصیرانی در روسیه بسیار مشکل شده است. قرار و قاعده‌های نو خرج رانندگان مهاجر را بیشتر کرده است. در 19 منطقه روسیه برای مهاجران مسافرکشی منع شد. تفتیش تقصیر آنها زیاد شد و از اول سپتامبر آنها مجبورند برای مسافران خود هم بیمه و یا سوغورته طبی بخرند. بنا به آمار سازمان صفرهای میر همگی 4 مهاجران امکان دارند شرط‌های نوی گرفتن پروانه تاکسیرانی را اجرا کنند. پیشتر راننده های تاکسی خیلی زیاد بودند، حالا کم شده است. سبب اصلی مشکل بودن ثبت نام است. بسیاری ها را با قید قلبکی بازداشت و خارج کردند. فکر میکنم تاکسیرانها 40% کم شدند. اکثریت با خواهش خود می روند. یک قاعده نوی دیگر برای تاکسیرانها عوض کردن رنگ ماشین با رنگ است که مقامات برای هر منطقه معین کردند. همچنین داشتن راه خط با قید معاینه طبی و تکنیکی ضرور است. به تخمین کارشناسان شرکت یاندکس تاکسی، روسیه تا آخر سال با کمبود شدید رانندگان روبرو می شود. تا آخر سال 2024 در روسیه تقریبا 130,000 راننده تاکسی نمی رسد. سبب این کمبود هم سخت‌تر شدن سیاست مهاجرت و تنظیم کار در این سمت گفته می شود. اکثر راننده ها به کارهای دیگر رو می آورند. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در نزدیکی مسکو، فشار و تفتیش مهاجران در روسیه به مراتب زیاد شد. در 7 ماه سال 2024 روسیه 100,000 شهروند خارجی را بیرون کرده است. بیگ سلطان 6 سال باز در شرکت یاندکس تاکسی کار میکند. میگوید وقتهای اخیر شرکت آنها را به پرداخت پول بیشتر مجبور میکند. به فرق از هر وقت دیگر حالا نرخ بالا رفته است. مثلا ما پیشتر اگر به مبلغ 1500-1600 روبل تا فرودگاه می رفتیم، حاضر ما صبح به مبلغ 2000-2500 روبل می رویم. با گفته تحلیلگران اکثر رانندگان تاکسی حالا برای اجرای قاعده و طلبات نو امکان ندارند. آنها قسم زیادی درآمدشان را برای کرایه ماشین می‌دهند. همه چی از کار میماند. اگر فشار و دواندن مهاجران را ادامه دهند، به خود روسیه دشوار می شود. با دست خود برای خود مشکل می سازند. سیاست ضد مهاجرت جریان دارد. همه چی سخت‌تر می شود. من فکر می کنم سبب این است که در جنگ آدم نمی رسد. مهاجران را جلب می کنند. شرکت های تاکسی حدس می‌زنند که کمبود سختی راننده ها سبب بالاروی راهگیران می شود. بخش و ساحه های دیگری روسیه هم حالا با نارسایی نیروی کاری روبرو هستند. با گفته حامیان حقوق سبب باز هم سخت و مشکل شدن قاعده های اقامت و کار مهاجران در روسیه است.